حسن و جمالی که پروردگار برای زن داده او باید محفوظ شود، او باید حفاظت شود. هر آن چیزی که با ارزش باشه، هر آن چیزی که زیبا باشه، هر آن چیزی که قیمتی باشه، برای از ما پوشش داریم نداریم؟ آیا او رو ما سر راه قرار میدیم؟ نه، این پوشش در همه چیز است، برای محافظت ما و خودت است. حجاب یعنی پوشش، یعنی حفظ، حفاظت، که ما و تو محفوظ باقی بانیم. حتی یک میوه را خواهرا که ما و شما میبینیم بس خود پوش داره، پوست داره، هر چی در طبیعت میبینیم پوشش داره تا خراب نشوه، تا سالم باقی بانه. پس پوشش ما و تو معنایش بعد از اینکه معنا بکنیم که انتخاب الله هست، امر الله هست، این وسیله حفاظت من و خودت است.